آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون، از نامحرم نپوشونه موهاشو، این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنه از چند سال؟ مثلا 100 سال، 10 سال. بعد میشه بگید یک روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که اینقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره، سخت میگذره. میخوام بگم سخت میگذره. یعنی یه دختری موهاشو گذاشته بیرون، بعد خدا 1000 سال اینو همو آویزون میکنه، بعد وسط آتیش. بعد مثلا طرف میگه من تشنمه، چی بهش میدن تو جهنم؟ زقوم. ها زقوم چیه گفتن؟ چرک و خون جوشیده، داره میجوشه، قل میزنه، چرک و خون. بعد زقوم میریزن تو حلقه، میگه روده ها رو هضم میکنه، از بدن خارج میشه، دردو میچشه، این اعصابش از کار نمیفته، این زجر رو به تمامه درک میکنه. بعد میشه عاشق این خدای شد؟ خب اگه خدا اینجوریه که داعشی خیلی آدم خوبیه، اینقدر دیگه کسی اینا اذیت نمیکنه، اینا هیچ چی نیستن در برابر اون عذاب. وقتی خدا رو اینجوری نشون میدی، خب اینا کاراشون توجیه داره دیگه. میگن این خدا میخواد ببره 100,000 سال آویزونش کنه، حالا ما 100 آویزونش کنیم. خب حالا منطقیه این حرف؟ اینه یه چیزی رو میخوای به خدا نسبت بده، تش نمیفهمی بگو من نمیدونم. بابا یه خدا درست کردی اون بالا، جلادام اینجوری نیستن بابا. 24 ساعت که یارو زجرش اومد یه روز، 2 روز، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال اعتراف کنه، تش تمومش میکنن. یه تیر بزن تو بخش یارو رفت، یا ولش میکنه میگه برو. 1,000,000 سال یارو آویزون میکنن که موهاتو نامحرم دیده. من میخوام بگم من کار با حجاب تو ندارم، نمیخوام الانم بگم موشو میذاره بیرون گناه کمی یا گناه زیادی. من میخوام بگم این عذاب منطقیه یا منطقی نیست. میخوام بگم یه خدایی درست کردی اون بالا جلادخونه راه انداخته. خب مؤمنین اینجوری هم میخواد دیگه. اینا برای کدوم خدا دارن قربونی میکنن؟ برای خدایی که یه تار مو رو 1000 سال آویزون میکنه، بعد چرک و خون رو میده بجوشونن، میگه اینو به جای آب بدید بخوره به اینا. یه دین درست کردیم خطرناک، هر کی به یه قدرتی میرسه سریع شروع میکنه سلیقه خودش رو از دین اعمال کردن. به چه حقی اعمال میکنی سلیقه؟ بعد میگه اینی که ما میگیم دینه، هر کی خلاف این بگه خلاف دین گفته. کی گفته اونه که تو میفهمی دینه؟ این فهم تو از دین. آقا خدا قیامت یقه ما رو میگیره، میگه تو چی کاره بودی رفتی گفتی دین اینه؟ به تو چه ربطی داشت آخه؟ نامه داده بودم بهت، ملک به تو نازل شده بود، چی بوده؟ هیچ مرض داشتی؟ نمیگفتی میمردی؟ یه اعتقادی داشتی مال خودت نگه می‌داشتی، پیش منم حجت داشتی، میگفتی من اینو فهمیدم. اما این که این فهم تو رفتی نشر دادی، بعد جلو فهم دیگران گرفتی، بعد با فهم دیگران رو تکفیر کردی، بعد حکم اعدام دادی برای دیگران. خدا میگه خود تو چی کاره بودی این غلطا رو کردی؟ چی میخوای جواب بدی؟ کسی از پیش حضرات معصومین نیومده بیاد بگه معادینه که ما میگیم غیر از اینم نیست. چیزی که تقلیدی نیست. اگه من فکر کردم به یک نتیجه رسیدم غیر از اون که شما رسیدی، باید بگی نتیجه تو باطله. یعنی چی؟ این معادی که شما میگی اصول دینه، بعد میگی اصول دین عقلیه، خودت باید بری برای خودت حجت به دست بیاری. اگه من رفتم فکر کردم بر اساس منابعی که هست، با تفکر و عقل خودم، با آیات قرآن به اون نتیجه رسیدم غیر از اون که گفتن، حالا بعد بگی که ایشون انحراف عقیده داره. اگه طرف میگیم تقلیدی نیست، اگه طرف میگیم فکر کن اگه به اون که غیر از ما میگیم رسیدی، تو انحراف فکری داری.